سلام دوستا، خدا کند که جور باشین، صحت شما خوب باشه. اکثر شاید پیش شما این سوال باشه اگه جگه بیان اگر ببینین یه مکمل نتیجه ای را به ما نشان میتنه که کدام تاریخ فرست اویلیبل است، FBA است، نام برند است، چند فروشات داره. این دوستا کلش برکت چیز اینجا ما اکستنشن جنگل سکاوت داره. هر وقت شما جنگل سکاوت خریداری میکنین باید شما اکستنشن جنگل سکاوت در اینجا اگر ببینین ما خیلی اکستنشن ها دارم. آنلاین سیلر ایدن است، کیپا است، گرامرلی است، کویل بوت است، سیلر اسپریت است. اینا را خب پسان باز راجع به ازی صحبت میکنیم. ولی شما می اکستنشن جنگل سکاوت اینجا ما انستال میکنیم تا هر وقت شما در اینجا می آمدین با شما هم این نتیجه نمایان شود. شما میان در جنگل سکاوت دوستا، در جنگل سکاوت که شما آمدین اینجا اگر ببینین در اکستنشن در اینجا نوشته است در اکستنشن، کوشش کنن که در کامپیوتر شما گوگل کروم باشه. خب این بدون گوگل کروم اگر کسی اپل داره در سفاری در دیگه پلتفرم ها اجازه نمیده. این تنها در چی میشه؟ شاید در فایرفاکس هم شوه ولی گوگل کروم is best. شما در اینجا بین در اکستنشن بالای ازی شما کلیک میکنین، اینجا به ما میگه که دانلود فایرفاکس یا کروم. ما کروم خو قبل از قبل دارم. اگر شما گوگل کروم نداشتین میتونین از اینجا دانلود کنین و یا فایرفاکس نداشتین او را هم دانلود کرده میتونین. ولی ما میایم در اینجا من نوشته میکنم کروم ویب. صحیح ببینین کروم ویب ستور مثل پلی ستور کامپیوتر موبایل که می باشه مانند ازی است، ولی ویب ستور است از کروم. بالا ازی ما کلیک میکنیم دوستا و اینجا ما شما نوشته میکنیم جنگل سکاوت. حال زمانه پیش رفته، هر وبسایت با خود یک اکستنشن هم جور کرده. جنگل سکاوت کلیک میکنیم، کوشش کنیم اسپلینگش صحیح باشه. خب جنگل سکاوت کلیک کردم و اینجا چی میکنیم ما اد کروم. ما ایرا قبل اد کرده بودم، من ریمووش کردم به خاطر ازی که این مرحله را من عملا انجام بدم که شما دقیق بفهمین. اد تو کروم میکنم دوستا، اینجا ببینین اد اکستنشن بالا ازی ما کلیک میکنم و ببینین اتومات ای چی شد؟ اد شد. باز ما میایم اینجا چی میکنیم؟ ساین این تو جنگل سکاوت و یا لوگین تو جنگل سکاوت. ما چی میکنیم؟ لوگین میشیم و اینجا هم ما مکمل نتیجه را دیده میتونیم. حالی اگر ببینین ایره ما کلوز میکنم کل سیستم و اینجا میایم جنگل سکاوت در اینجا ما پین میکنم که ای هم چی بیه؟ بالا بیایه. صحیح. اگر حالی اگر ببینین به طور مثال ما یک چیز اگر سرچ میکنم نه به طور مثال جاکیت، ای باید نتیجهش به ما اینجا نشان بده. اوکی، اینجا از ما شاید بار اول لوگین بخواه، شما هم امی رقم بکنین. میریم جنگل سکاوت ببینین لوگین میخواه. اینجا ما چی میکنیم؟ لوگین میکنیم دوستا. لوگین اینه. حالی مکمل نتیجه را به ما قرار در یک اکستنشن نشان میده. ضروری نیست که بخاطر دیدن نتیجه هر وقت ما برم در جنگل سکاوت، بلکه خود امیزون هم اگر شما ببینین از طریق اکستنشن مکمل نتیجه را به ما نشان میده و هم بالای جنگل سکاوت اکسری هم اگر کلیک میکنم نتیجه را ما در اینجا هم دیده میتونیم. بخاطر ازی شما مجبور مکلف هستین که امی عملیه را انجام بدین. بدون انجام دادن این عملیه اکستنشن شما در اینجا نمیآید. فکرتان است؟ So it's very easy way. شما از طریق ازی اکستنشن می باز مکمل نتیجه هر جنس شما در اینجا دیده میتونید.